گیلانیم گیلانیم عاشق مهربانیم گیلانیم گیلانیم عاشق مهربانیم ساده دلم ساده دلم هم ساده آهو گلم ساده دلم ساده دلم هم خانه آهو گلم بزرگی داشتیم میگفت اول هر کاری که میکنی بگو بسم الله تا جمله گناهانتو بخشد الله. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. و سلام به شمایی که چشمهای قشنگتون رو سپردید به قاب نقره‌ای تلویزیون و ایران ما رو تماشا میکنید. ایران ما که امروز با افتخار از گیلان داره تقدیم شما میشه. تقویم رو ورق بزنیم، میرسیم به اسفند ماه، میرسیم به 15 تا 22 اسفند ماه که هفته منابع طبیعی است و روز 15 اسفند ماه که روز درخت و درختکاری است. انقدر مهم این موجود درخت که بخشی از تقویم ما رنگین شده با نامش. وقتی قدم میزنی حتی در خیابانها در سکوت تماشات میکنه و در حال تولید اکسیژن برای من و شماست، اما صداش در نمیاد، در حالی که ماها خیلی مواقع آزارش میدیم. بله، درختانی که جایگاه ویژه‌ای دارند در فرهنگ، دین و هنر ما ایرانی ها. خیلی نقش و نقوش مختلفی رو میبینیم این سو و آن سو. حتی اگر در خانه های خودمون یه نگاهی به فرش های زیر پامون بندازیم، نقوش درختان رو توش پیدا میکنیم. امروز به این بهانه میخوایم در ایران ما درباره جنگل های استان گیلان و درخت صحبت کنیم. با ما همراه باشید. بینندگان عزیز ایران ما، در خدمت شما هستیم و یک میهمان عزیز داریم توی استودیو. قرار باهاشون گپ بزنیم درباره درخت و به ویژه درخت‌ها در استان گیلان. جناب آقای علی کاظمی تبریزی، پژوهشگر، همینک همراه برنامه ایران ما هستن، همراه شما هستن و قرار حسابی با هم دیگه حرف بزنیم. سلام، روزتون خوش. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، دست اندرکاران محترم برنامه‌تون. فرصت رو مختنب میشمارم و سلامی عرض میکنم به همه ملت عزیز ایران در گستره ایران زمین. در خدمتتون هستم. آقای کاظمی، از رشت که حرکت میکنیم به سمت جنوب و میریم به سمت رودبار و منجیل و بعد هرزویل، یک درخت سرو سرافراز میبینیم که شاید بیش از 1000 سال قدمت داره، هرچند که یواش یواش هی میشنوه آدم که داره مشکلاتی براش پیش میاد. اما 1000 ساله بودن این درخت نشان میده که یه زمانی مردمان خیلی احترام میگذاشتن به محیط اطرافشون و به درختان. این احترام از کجا میومد؟ خدمتتون عرض کنم که همونطور که شما فرمودین، درخت سرو 1000 ساله نمایانگر این مسئله است که این مناطقی که در جنوب کشور میخوایم بریم از استان گیلان ملاحظه میفرمایید، اونجا قبلا یک شرایط اقلیمی جنگلی بوده که حالا این درخت تونسته مقاومتش نسبت به سایر همگونه‌های خودش به گونه‌ای باشه که 1000 سال قدمت داشته باشه. مثلا حضرت عالی عرض کنم که امروز درختان نقش اساسی رو در تصفیه هوا در جهان آلوده ما دارن بازی میکنن و واقعا باید ما ارج بگذاریم به این درختان. و خب در تاریخ کشور ما هم درختکاری جزو رسوم بوده. شاید جزو معدود کشورهایی باشیم که روز طبیعت داریم در 13 فروردین ماه هر سال. ما به پاسداشت طبیعت ما روز طبیعت رو داریم که به طبع قسمت اساسی یا بیس اصلیش رو درختان تشکیل میدن و نمیشه کتمان کرد. بسیار خوب. ایرانی‌های عزیز، تشریف میارید به سمت گیلان. حتما اگر از جنوب گیلان دارین تشریف میارید، درخت سرو هرزویل رو از دست ندید. یکی از آن
یادگارهای تاریخی که در سفرنامه‌های بسیاری بهش اشاره شده. جالبه بدانید درباره این درخت توی سفرنامه‌های جدیدتر مثل سفرنامه ناصرالدین شاه به دقت اشاراتی وجود داره. حتی برخی از پژوهشگران معتقدند که در سفرنامه‌های قدیمی‌تر مثل سفرنامه ناصر خسرو هم اشاراتی بهش وجود داره. حالا بعضیا معتقدن که اینطور نیست، ولی این درخت دیدنی سر راهتون قرار داره و بهش سر بزنید، خیلی دوست داشتنیه. بریم به بخشی رو با هم ببینیم، برمیگردیم بیشتر صحبت. امیدوارم از دیدن این تصاویر لذت برده باشید، اما سفر ما همچنان ادامه داره. آمدیم از جنوب استان گیلان وارد شدیم، رفتیم درخت هرزویل رو دیدیم و الان داریم حرکت میکنیم به سمت شهر رشت، مرکز استان گیلان، که سمت چپمون درخت‌های تنومندی می‌بینیم به یادگار مانده از دوران هیرکانی با قدمتی بسیار. در واقع وقتی اون درخت‌ها رو می‌بینید دارید بخشی از جنگل‌های هیرکانی رو می‌بینید و در واقع دارید یک موزه بسیار بزرگ و زنده جهان رو می‌بینید. شاید پرقدمت‌ترین بخش جهان به صورت زنده. البته درست دارم میگم؟ 100% جنگل‌های با ارزش هیرکانی با ارزش 40 میلیون ساله، گونه‌های متنوعی مثل انجیری، ممرز، راش، بلوط نمایانگر این هست که این درختان پهنبر چه ارزشی در تاریخ کره زمین دارند. در زمانی که به اسم عصر یخبندان معروف بود، کل حیات در کره زمین دچار معضل میشه و بسیاری از گونه‌های گیاهی و جانوری از بین میرن، اما به خاطر نوع بارشی که در شمال امروز ایران قرار داشت، این درختان به رشد و نمای خودشون ادامه میدن. 40 میلیون سال. ما وقتی میریم به یه موزه‌ای وسایلی میبینیم مثلا مال 5000 7000 سال گذشته و باید باور کنیم که این یک موزه زنده است. 100% موزه زنده و بسیار امانت تاثیرگذار. یعنی باید واقعا ما این امانت رو به هر گونه حفظ کنیم و باعث بشیم که این موزه افزایش پیدا کنه به جای کاهش. حالا متاسفانه یه مقدار از این موزه طبق تصاویر هوایی کاهش پیدا کرده، اما یک وظیفه هم گردشگرای عزیز دارن. گردشگرای عزیز باید بدونن وقتی که به استان شمالی گیلان سفر میکنن، خب گیلانی عزیز به مهمان نوازی در کشور معروف هستن و پذیرای این عزیزان هستن. اگر به سمت جنگل‌های هیرکانی میرن، یک سری قواعد اصولی رو باید رعایت کنن. این نهال‌هایی که به صورت طبیعی رشد کرده قدم نذارن روش یا باعث چیدن این نهال‌ها نشن، خیلی از مراقبت بکنن و از روشن کردن آتش در جنگل‌ها کاملا خودداری کنن که خدای نکرده اتفاق نیفته ما فردا پشیمون بشیم. و امیدوارم که قدر این موزه طبیعی رو هم مردم بیشتر بدونن و هم مسئولین. جالب اینجاست که گاهی مواقع ممکنه دوستان قدم بگذارن در بخشی از جنگل و روی گونه‌ای قدم بگذارن که اون گونه در حال انقراضه و نمیدانن و این قدم گذاشتن باعث نابودی گونه بشه. حتی 100% همین مواردی که شما میفرمایید. ببینید این گونه‌های دیر رشدن، اصلا معروفن به گونه‌های جنگلی. یعنی واقعا باید خیلی حواسشون باشه که دارن در چه مکانی دارن قدم میزنن و واقعا احترام بذارن به این درختان، از نوشتن یادگاری روی درخت‌ها یا استحصال اینها هم خودداری کنن. من اگر اشتباه نکنم این جنگل‌های هیرکانی از بخشی از گلستان، مازندران، گیلان و آذربایجان، یعنی یه گستره بسیار بزرگی داره. بله، یه گستره داره که از استان‌های شمالی گیلان، مازندران و گلستان و حتی آذربایجان عبور میکنه و حضور شما عرض کنم 1% از جنگل‌های کل کشور رو در خودش جا داره. ایران کشور فقیر از لحاظ جنگل، 7% از پهن ایران زمین رو جنگل تشکیل میده. پتانسیل اینو داره که این 7% افزایش پیدا کنه. که
امیدواریم که با همتی که مردم میکنن، چون مردم نقش اساسی دارن و کمک هایی که مسئولین میکنن، شاهد شکوفایی این جنگل باشیم در گستره ایران زمین. فرمودید که توی بخش قبلی که درختها کمک میکنن به اینکه ما بهتر نفس بکشیم، در واقع اقلیم آسمانی و زمینی رو کاملا یه جورایی دارن تلطیف میکنن، خیلی اتفاقا داره توش میفته. 100%. چه اتفاقی میفته به لحاظ و به نگاه علمی؟ درخت چه میکنه با طبیعت پیرامونمون؟ ببین، بشر آلودگی تولید میکنه و آلودگیاش از سوختهای فسیلیه. قاعدتا سوختهای فسیلی هیدروکربن وقتی که میسوزن کربن از خودشون ساطع میکنن. دی اکسید کربن و مونوکسید کربن، چیزی که همه ما میدونیم. این دی اکسید کربن و مونوکسید کربن در جو پخش میشن. درختان در ترسیب کربن نقش اساسی دارن. من اگر اجازه بدید داستان قدیمی اکسیژن سازی درختان رو به صورت خلاصه خدمتتون بگم. درختان دی اکسید کربن رو از طبیعت میگیرن، از آبی که از ریشه های خودشون به دست میارن از طریق فوتوکاتالیست کلروفیل که از نور خورشید فعال میشه تبدیل میکنن به یک ماده هیدرات کربنی به اسم C6H12O6. البته مواد دیگه مثل فنیل پروپان، آرابینوز، گالاکتوز، لاکتوز و مواد استخراجی دیگه هست. علاوه بر این موادی که تولید میکنن از خودشون اکسیژن ساطع میکنن. یعنی به چه صورت؟ یعنی آلودگی ما ایجاد میکنیم رو از طبیعت میگیرن و به طبیعت اکسیژن میدن. یعنی کاری که فکر میکنم خیلی از دانشمندان بزرگ امروز دنیا هم نمیتونن یک همچین دستگاهایی رو درست کنن که بتونه کربن رو بگیره و اکسیژن بده. حالا ماده هیدرات کربن شما نخواستین، همین اکسیژن رو بده رو دچار موضوع. الان وقتی میگید 7% سهم ماست از جنگل‌ها، یه خورده ترسناک میشه. متاسفانه واقعیت با توجه به آلودگی که داریم ایجاد میکنیم روز به روز بیشتر و ای کاش به همین بهانه 15 اسفند روز درختکاری هر کدومون لااقل یک نهال بکاریم. نهال کاری که خیلی مهمه، اما بدونیم چی بکاریم. ببینید شما یه بحث کاشته، یه بحث این که بدونید چی میکاریم. متاسفانه خب بسیار از افراد نهال میکارن، نهالشون خوش میشه چون نمیدونن شرایط اقلیمی اونجا چطوریه. ایسی آب چیه، دیسیزیمنس خاک چیه، سرماش، بیشینه سرماش چطوریه، گرماش چطوریه. جالب شد. این بحث رو باید ادامه بدیم توی بخش بعد، ولی اینک برویم یه بخش دیگر رو ببینیم. اما گپ و گفت ما به جای جالبی رسیده، ادامه خواهد داشت. وقتی که از رابعی خانه چراغانه به گل آفتابه سیاهی داغانه به تی امر زندگانی رنگ بهاران گیره میدشته کی دنیای شر شده باران گیره تی امر زندگانی رنگ بهاران گیره میدشته کی دنیای شر شده باران گیره عزیزترین قشنگ نازم ره من تی دعاگویم دست نیازم ره عزیزترینی مره قشنگ نازم ره من تی دعاگویم دست نیازم ره تنها آرزوی دست مهربانه بنمی دستان من تازه بهاره بور فصل زمستان من تی و چشمان ره غزل غزل شاعرم تیرای عاشقی روز و شبان زائرم من تی و چشمان ره غزل غزل شاعرم تیرای عاشقی روز و شبان زائرم عزیزترینی مره قشنگ نازم ره من تی دعاگویم دست نیازم ره عزیزترینی مره قشنگ نازم ره من تی دعاگویم دست نیازم
بینندگان عزیز برنامه ایران ما، امیدوارم تا اینجا از دیدن این تصاویر لذت برده باشید. اما از جنوب گیلان وارد شدیم، رفتیم سراغ سرو هرزویل و آمدیم جنگل‌های هیرکانی رو دیدیم، آمدیم رسیدیم به مرکز استان شهر رشت که یکی دو تا پارک بسیار دوست داشتنی داره با درخت‌های کهنسال. این موقع سال این درختان برگ‌های زردشون رو میریزن و موقعی که قدم میزنی توی این پارک ها صدای خشخش این برگ‌ها آدم رو به خاطره‌های دور و دراز پرت میکنه. قدم زدن روی این برگ‌ها بسیار لذت بخش و دوست داشتنی است. اما داشتیم صحبت میکردیم درباره این که حالا میخوایم درخت بکاریم، روز درختکاریه، آیا میتوانیم هر درختی بکاریم یا نه؟ آیا میتوانیم هر درختی بکاریم یا نه؟ کاملا خیر. یعنی به زرساقات عرض میکنم، ببینید درختکاری خودش یک فرهنگ خاص داره و امروز در شرایط علمی دنیا با توجه به شرایط اقلیمی منطقه میان درخت‌ها و گونه‌های مناسب رو انتخاب میکنن. متاسفانه در سالهای گذشته عدم تحقیقات مناسب در این زمینه باعث شد که دو اتفاق بد بیفته. یک گونه‌هایی رو ما آوردیم اینجا کاشتیم که این گونه‌ها بعداً به نیتیوهای ما یا بومی‌های ما، گونه‌های بومی ما آسیب رسوندن. و دومی که مردم رو از درختکاری ناامید کردیم. اومدیم یه نهال بهشون دادیم بدون که دقت بکنیم که این نهال آیا در این شرایط کاشت میشه یا نه. طرف اومد با اش نهال رو کاشت، اسم خودش رو نهال گذاشت، یه هفته، 2 هفته، 1 سال بعد دید نهال خشک شد. یعنی شرایط اقلیمی رو توجه نکردن، به دیسیزیمنس خاک توجه نکردن، به ایسی آبهای سطحی توجه نکردن، به گرمای هوا در بدترین زمانی که گرما هست، به سرمای هوا در بدترین زمانی که سرما هست، به نوع آفات توجهی نکردن و متاسفانه اتفاق افتاد. اما خبر خوش اینه که ما امروز میتونیم از طریق علم دانشمندان خودمون در کشور، مثل یکی از دانشمندان بزرگ آقای دکتر جعفری که اومدن یه گونه نیتیو ایران رو، یعنی صنوبر رو اومدن هیبرید کردن. پدر برای شمال و گیلان هست به اسم کبوده، مادر برای جنوب به اسم پده، فرزندی به وجود اومد به اسم صنوبر مفید. این فرزند در تمام اقلیم ایران کاش میشه، یعنی هم شرایط شوری رو تحمل میکنه، هم شرایط گرما، هم شرایط سرما و هم در مقابل آفات مقاومه. چون مادر از خطه جنوب کشور، پدر از خطه شمال، تراوت پدر رو داره، قدرت مادر. پس ما باید دقت بکنیم که گونه‌هایی بکنیم که اولا این گونه کاملا با کشور ما همخوانی داشته باشن و دوما گونه‌هایی بکنیم که مردم از کاشتینا لذت ببرن. شما یه صنوبری که امروز بکاری 18 ماه دیگه بشه 4 متر به لذت میده، یا یه کارج بوسیا رو بکاری امروز بکاری 8 سال دیگه نشه نیم متر هم به روش افزایش پیدا نکنه. پس به تبع باید بریم به سمت تغییرات ژنتیکی و کارهای نوینی که در درختکاری در سطح دنیا داره انجام میشه و ما میتونیم این کار انجام بدیم. پس نکته اول این که بینندگان عزیز بدانیم که به نام درختکاری نمی شود هر درختی رو کاشت و نتیجه لازم رو نخواهد داشت. در شرایطی که درختان قرار ما رو نجات بدن از شرایط بد اقلیمیمون، در شرایطی که ما 7% بیشتر از سهم درخت رو نداریم و خب اینا رو همه رو میدانیم، بپرسم بجز تولید اکسیژن درخت چه کار میکنه با ما؟ اصلا تولید اکسیژن که خب یکی از کارهای درخت همه میدونن. اما مسائل تکنیکالی که امروز انجام میده، ببینید امروز استان گیلان که یک استان به قول معروف درختی هست، حالا من اینطوری بهتون بگم، امروز در معرض سیلاب ها قرار گرفته. نمیشه کتمان کرد. هر بارانی که میاد یک فرصت بالقوه تبدیل میشه به یک تهدید بالفعل. یعنی بارون میاد، ما به جایی که آب زلال رو جمع‌آوری کنیم متاسفانه لجن جمع‌آوری میکنیم. درختان رو استحصال کردن از بالا دست و رسالت درخت رو از اونجا برداشتن. رسالت درخت چیه؟ ریشه‌هاش در خاک گسترده میشه، استیبیلیتی ایجاد میکنه و با بارشی که میاد و جذبی که درخت پایداری ایجاد میکنه. پایداری بذاریم فارسی بگیم. پایداری ایجاد میکنه و با این پایداری باعث عدم فرسایش خاک میشه. یعنی 2 تا کار انجام میده. یکی خاک رو حفظ میکنه، دوم آب تمیز رو به ما میده. تالاب انزلی ببینید هر بارشی که میاد باهاش سیلاب و همراه با سیلاب لجن است و باعث میشه که رسوبات در بستر تالاب
افزایش پیدا کنه و عمق کم بشه. پس ما می‌بینیم نقش درخت چه نقش اساسی است. حالا علاوه بعضی درختان هم درختان مثمر هستن، به ما میوه میدن، میتونیم ازش معیشت خودمون رو به قول معروف به دست بیاریم. پس نقش بسزای غیر از اکسیژن سازی دارن که دو تا نمونهشو من اینجا خدمت شما و بینندگان عزیزتون عرض کردم. درود بیکران بر شما باد. این که وضعیت جنگل ها رو باید بهینه بکنیم در شکی نیست. یعنی کم باید یاد بگیریم حفظ بکنیم، چه مسئولین عزیزمون چه مردم عزیز، که یک شعله کبریت، یک شعله آتش میتواند جنگلی رو که سالهای سال برای ایجادش اتفاقای مختلفی افتاده و زحمت فراوانی کشیده شده، حتی شاید طبیعت زحمت فراوانی کشیده، به ناگاه از بین میره هزاران هکتار و هیچ جوری جایگزین نمی شود. به بهانه یه نهار دوره همی یه دفعی اتفاقی میفته که جبران پذیر نیست. بسیار خوب، بریم یه بخش دیگر رو تماشا کنیم از ایران ما، برمیگردیم با هم بیشتر گپ میزنیم. آقا سلام. سلام عرض کردیم. خوبی؟ خواهش می‌کنم. خسته نباشی. مرسی. آقا چه خبر؟ سلامتی. آقا همیشه تو لبخند به لب داره؟ خنده بر هر درد بی‌درمانی دواست. خلاصه ضرب مسئله دیگه. من یاسر عباسی هستم از استان گیلان، سرسبز گیلان و شهر کلاچای، منطقه زیبای گزافرود. من از سال 1388 شروع به گرفتن مجوز بودم در سطح شهرستان رودسر و استان گیلان. از سال 89 شروع به کار بودم. از آب اصلی قزرلا استفاده کنیم برای پرورش قزرلا، خروجیشون رو برای خاویاری استفاده کنیم و خروجی جفت این ماهنه برای گرمابی استفاده کنیم. تو سنی که الان شما دردی بود کارآفرین، این کارآفرین بودن چه حسی داره عباسی؟ اگر حمله بر خودستایی نبون، حس خیلی خوبی داره. حس خوبی داره. عالی، خیلی خوبه. از اینکه یک مجموعه رو شما احداث بودی، دایر بودی و 4 نفر از کنارش نان خوردن، برای زن بچه‌شون نان برده دارن، و اینکه تولید کننده ایستی، یک فرد مفید و گوته چانه به درد بخور برای جامعه ایستی، حال آدم خوبه. حال آدم خوبه. بله. این زمین رو پدرم در قید حیاتی سن، ان شاء الله خدا سال 20 سال داره بهش عمر بده، در قید حیاتشون کلا به من هدن که ازشون برای خود زمین برای کار و آینده استفاده بکنم. شما نفرتید این مجموعه بود؟ آره دیگه، ما هم علاقه‌مند بودم به کارهای انواع کارهای کشاورزی، بودم که همچین مجموعه رو به اصطلاح احداث بتونم و خلاصه مشغولیم دیگه. ان شاء الله همیشه موفق باشی. آقا اون لحظه‌ای که به این مایون شما غذا دارید چه حسی داره سرای عباسی؟ همون حس حال خوب دیگه، انرژی مثبت، اصلا حال آدم واقعا خوبه بود. اون لحظه دیگه به هیچ چیزی فکر نکنی دیگه، به هیچ چیزی. کاملا یک حال بسیار بسیار خوبی داری و هی سرشار از انرژی های مثبت دیگه، با همراه دادن به غذا انرژی های مثبت هم داره. بله. آیا عباسی ماهی قزلالا به نظر شما الان چطور مصرف بکنی بهتره؟ ماهی قزلالا یکی از طبق مطالعاتی که ما داشتیم یکی از تقریبا گوته چنه غذای اول دنیا ایسه. یک ماهی خاصی است، بی‌نظیره، توی همه ماهی‌ها مقام اول داره و به دلیل خوشگوش بودن، خوش عطر بودنش و خوش رشد بودنش و خوش قیافه بودنش و نداشتن بوی بد، یک ماهی است که خیلی استقبال بده در کل اصلا کشور، حالا کل جهان. از همین رو این ماهی رو هم شنه به عنوان سرخ کردن، کبابی، یعنی هم شکمپور، یعنی همه کار با این ماهی انجام داشتنه. شاید چه بودن؟ حتی یه ذره حرفه‌ای ببین شنه
این شورم گوتن حتی آها ماه شورم بس امگا 3 فراوانی که داره چبی زیادی داره نشانه شوراتن معمولا، ولی خب یه ذره حرفه‌ای ببین اونم چند آره اونم چند انجام داد که ما انجام بدیم تو مجموعه ما. شما واسه انجام بده؟ بله البته مادر ما انجام بده. صحبت من با جوانان اینه، توی جماعت خودمانی و دوستان که نشتیم همش گنم و واقعا از ته دل گود دارم، یعنی دور از همه حاشیه‌ها و حرفا. آقا شروع به یک کاری بکنین، شروع به یک کاری، هر کاری که بهش علاقه دارین، مطمئن ببین دست خدا پشت سر شما قرار گیره. اینو من بارها و بارها واقعا از ته دلم بهش واقعا احساس بودم. احساس نه اصلا احساس که چی گذاشتنه، تجسم، اصلا به من الهام بونه انگار که مطمئنم که وقتی شروع به یک کاری کنی خداوند حتما کمکت کنه تو اون کار، تو اون راه. من و آقای کاظمی مشغول تماشای این تصاویر هستیم. یه بخشیش نشان میده که درختها کم شده اینجا متاسفانه. بله. و برداشت غیر مجاز دقیقاً و استفاده نامناسب، آتش سوزی و این شکلی کرده این بیابان کرده دیگه. کاملا جنگل‌های هیریکانی مورد استحصال قرار دادن و شاخصه بیابانی شدن رو ما اینجا داریم. امیدوارم که دوستان و مسئولین کاری کنن که این بیابانزایی به بیابانزدایی تبدیل بشه با کاشت گونه‌های مناسب انشالله. دقایق قبل که شما داشتین تصاویر زیبا رو میدیدید، من و آقای کاظمی داشتیم صحبت میکردیم درباره وضعیت جنگل‌ها در کشور و به ویژه در استان گیلان و گاهی آدم میترسه از شنیدن برخی از اتفاقهایی که دور و برش داره رخ میده. برای همین از تمام بینندگان ایران ما خواهش میکنم که 2 تا مورد، یک به بهانه روز درختکاری با درخت مناسب درختکاری رو انجام بدن و 2 در حفظ این درختها، این امانتها برای آیندگان بیشتر کوشا باشن. نکته‌ای وجود داشت در بین حرفاتون درباره اختراع صحبت کردید که مربوط به درخت بود. یعنی چی؟ ببینید من رشته‌ام بود ام پیپر ساینس اند تکنولوژی، یعنی صنایع چوب و کاغذ. خب خیلی‌ها فکر می‌کنن ما قاتلین جنگل هستیم، اما نه، واقعا رشته ما دوستدار محیط زیسته، در شاخه منابع طبیعی هم هست. ما استفاده کردیم از ضایعات مواد لیگنوسلولوزی. خیلی ساده‌تر بگم، مثلا از پوسته چوبی بادام زمینی درخت ساختیم، اختراع کردیم. از میوه لیف، همین لیفی که در استان گیلان وجود داره با نام علمی لوفا سیلندریکا، پخت انجام دادیم، تونستیم کاغذ درست کنیم، ثبت اختراع کردیم. از درخت استبرق که در بیابان رشد میکنه، یه درختچه‌ای است، کاغذ درست کردیم و اون هم سخت اختراع کردیم. این شکلی کاغذ درست کردن درخت‌ها رو حفظ میکنه؟ 100% شما داری میری به سمت جنگل دیگه نمیری، میری به سمت ضایعات مواد چوبی دیگه، بهش میگن نانوود یا مواد غیر چوبی. شما اون سمت میری و خب تولید میکنی محصول رو و میتونی حتی درختان استفاده کنی، زراعت چوب انجام بدی، درخت صنوبر رو بکاری، در عرض 5 سال میاد بالا، میبریش، هم درآمدزایی میکنی هم چوب درست میکنی. ولی استحصال درخت در جنگل ها کاری بسیار غیر اخلاقیه، چون این درختان، یک درخت که میخواد بشه 5 متر شاید مثلا 150 سال زمان ببره و خب لحاظ احساسی هم فکر نمیکنم کار درستی باشه. بله، به علاوه این که به هر حال هر چقدر به سمت به قول شما نانوود یا محصولات غیر چوبی برویم، کمک کردیم که این 7% که صحبتشو کردیم افزایش پیدا کنه، سهممون بیشتر بشه از این جنگل ها. یه صحبت دیگر و یه حرف دیگر وجود داره و اون هم قدم زدن در جنگل های زیبای گیلانه. در مورد سراوان صحبت کردیم، در مورد بخشی از تالش صحبت کردیم، درباره درخت سرو هرزویل صحبت کردیم. کجا رو پیشنهاد میکنید؟ من همه جاشو پیشنهاد میکنم. جای خاصی نمیشه و همش مظهر شکوه خداوند باری تعالی است و واقعا آدم لذت میبره، به این مناطق قدم میذاره و ما باید لحاظ دینی بدونیم که همین درختان خودشون ستایشگر خداوند متعال هستن، با احترام باشون برخورد کنیم و آسیب نرسونیم بهشون. استان گیلان از نگاه طبیعتش خیلی عجیب و غریبه. به سمت ساحل گیسوم که میخوای بری، از بین درختان میگذری و ناگهانی دریا رو مقابل چشمت میبینی و این درختان در نزدیکی دریا رشد کردن. چگونه امکان داره تو خاکی که در واقع شن
این درخت ها اینطوری رشد میکنن و اینقدر هم تنیده در هم؟ ببینید شاخصه رشد درخت گفتم بستگی داره به عواملی که در محیط وجود داره. بعضی درختان خب در ساحل ماسه‌ای رشد میکنن، بعضی درختان در خاک‌های لوسی رشد میکنن، بعضی درختان در خاک‌های روسی رشد میکنن. این شاخصه این درختان جوری بوده که در این خاک‌های ماسه‌ای قابلیت رشد رو داشتن و به خوبی رشد و نمو کردن و کنار هم دیگه. کنار هم دیگه بله. دوستان عزیز بیننده ایران ما، از دست ندید این زیبایی مدام رو در استان گیلان وقتی که در میپیچی در این جاده ساحل گیسوم و این درخت ها و بعد ناگهانی یک ساحل زیبا کنار دریای کاسپیان. خیلی دوست داشتنیه، بسیار زیاد. بریم یه مقداری تصاویر زیبا ببینیم، برمیگردیم گپ و گفت ما با میهمانمون آقای کاظمی ادامه خواهد داشت. خانم چرگوشا از چی کار ما رو بگید؟ من از سال 72 خیاطی کنم، نزدیک 15 سالم لباس محلی دوزنم. در کنار اوشان نون محلیم یاد بیتم، ترشیجات و عریقجات هم تولید کنم. خانم چرگوشا علتی که تصمیم بگیرید این کار رو انجام بدید چی بود؟ ما بدیم وسایل مثلا سبزی کاریم تو باغ من، بدیم به امی اندازه استفاده کنیم، اضافی است. بیتم مثلا سبزی مثلا سرخ کنم، ترشیجات ترچه کنم، نعنا و کتکتو ایشون مثلا عرق گینم. بعد بدیم خودمون باغ پرتقال دانیم، شکوفه بگینم، فصل بهار بگینم، مربا چکنم، خشک کنم، عرق گینم، شربت چکنم. این محصولات هم بیشتر برام مثلا نمایشگاه جشنواره بینم، بازارم هردنم. آره بازارم شنبه، چهارشنبه و جمعه 3 روز بازار. آره. بعد فروش خوبی است؟ خدا رو شکر، خدا رو شکر. چرخ زندگی بالاخره چرخ. مردم استقبال کنن. آره. خانم چرگوشا درباره این رب ازگیل یا هم رب کنوس ما رو توضیح بدی چطور چه کنید شما اینه؟ کنوس پخته شده بگیریم یه ذره آب کنیم، اجاق گاز تنیم بپزه، بعد چنگ زنیم، یه شبان روز مونه اونم شیره کشیده بونم، دانیم توری می شیره کشیدم، بعد فرداش جوش تنیم، اینقدر جوش بخوره تا غلیظ آبون که همین شیره ازگیله دوشاب بابون. دوشاب با؟ بله. بعد این دوشابی که چه گوندی چطور مصرف؟ دوشاب برای کباب صرف کنیم، بعد با کاوس سالاد هم کمخونی و سرم خیلی عالی است. حالا شما این محصول ملاحظه کنین، شکوفه بهار نارنج فصل اردیبهشت ما خودم محصولات خودمونه جمع آدم، بعد هم عرقش بیتم، هم شربت چادم. شربت هم عرقش برای قلب خوبه، آرامش خوبه. ما انواع ترشیون هم بودیم، شما چه بودید؟ درسته؟ بله. این ترشیون در کنار چه غذایی بخوریم خوشمزه تره؟ این شلغم ترشی است، در کنارش باقلقاتوق چانی یا سبز قرمه چانی در کنارش خیلی عالی است، چاشنی غذا. بعد او رو میدونه ترشی هم و هفته بیجاره؟ نه اون ترشی ناسخاتونه. ناسخاتون؟ بعد ترشی ناسخاتون چیه؟ بادمجان کبابی است، سیر سبزیجات معطر با سیادانه، تخم سیادانه. راجب
به خیاطی ما رو بگید. بله. چه لباسای دوزیدی و از کی یاد بیتی اصلا چطور چیز از این کار؟ لباسای تو خانه و مجلسه هم دوزنه، در کنارشان لباس محلی هم دوزنه. لباس محلی سنتی مثلا رنگ زرد نشانه پاییزه، رنگ آبی اوشانی که در کنار دریای خزر زندگی کنن آبی مثلا، یا دختران جوان صورتی، رمان صورتی مثلا استفاده کنن. اولین لباس محلی که خانم چهره‌گوشا بوده کی رو بوده؟ اولین لباس خود واسه بود. خود راضی بودی؟ خدا رو شکر. خوب بود؟ آره. چون این برای هر کس ازدواج کنه دختر باید جهزیه خو همراه ببره. اینه مثلا خریداری کنن که دختر تازه عروس خو همراه جهزیه ببره. این لباس محلی؟ بله. در کنار چادرشه بگردیم. آره آره. در خصوص نون‌هایی هم که چکنید مورد چه نون‌هایی چکونیدی؟ نون خلفه چکنیم، نون خلفه میانپور چکنیم، نون کمات چکنیم. دیشونه. بعد این نونن چجور یاد بیتی؟ کسی بالای دوره بده یا نه خودتو یاد بیتی؟ نونن می مار بالای یاد بیتم. قدیم که شون تنور بود، اما گفتیم تندرستان. شم نون کماج و نون لواش شدن. ما از میخواهران خانم که خداوند میوه های مثلا هده، میوه های جنگلی هده، میوه هدن نتونه مثلا چکار بکنن. بعد الان فصل پرتقال یا فصل نارنج ایشان تونن مثلا آب بگیرن، محصولاتشون رو بپزن، شربت چکنن، خب محصولات مثلا به بازار ارائه بدن، به اقتصاد خود خوشان و خانواده کمک بکنن. همنشینی کوه و جنگل و دریا، استان گیلان در ایران ما و شمایی که تصاویری رو از این استان دیدید، امیدوارم که نواخته شده باشه چشمهای قشنگتون و لذت برده باشید از این تصاویر. اما آروم آروم داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم و از همین رو میخوایم بریم سراغ اون موضوعی که همیشه میگن جمع‌بندی. میخوایم بریم سراغ کارشناس برنامه‌مون جناب آقای کاظمی و ازشون بخوایم که پژوهشگر عزیز بی واسطه مستقیم با مردم عزیز ما صحبت بکنید و حرفاتون رو بهشون بگید. ممنونم. نتیجه گیری به این صورته که علاوه بر مردم مسئولین هم باید محافظای جنگل باشن. امروزه یکی از معضلات اصلی که در کشور ما وجود داره اینه که بعضی از صنایع ما فکر میکنن که با استحصال درختان، حالا در استان مازندران، استان گیلان، میتونن کارخونه‌های خودشون رو رونق بدن. امروز در علم روز دنیا به این صورت نیست. استفاده میکنن از مواد لیگنوسلولوزی غیر چوبی یا خودشون میان طرحهای زراعت چوب میدن. بعضی از مدیران متاسفانه ضعف مدیریت خودشون رو در عدم استحصال درختان از جنگل ها میدونن که من همینجا تشکر میکنم از ریاست سازمان محیط زیست که استراحت جنگل ها رو داده و عدم خروج چوب از جنگل، چون همین چوب های افتاده در جنگل هم بایومس هایی هستن که به طبیعت بعد برگردن و ما باید قدر درختان خودمون رو بدونیم. امیدوارم که همه در کنار هم بتونیم این امانت الهی رو حفظ کنیم و برای آیندگانمون به ارمغان بذاریم. همونطوری که در توسعه پایدار این مسئله ذکر شده. برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است، معرفت کردگار. خدا نگهدار. بله، خداحافظی کردید خیلی زود، اما دوستان عزیز حیف که فرصت خیلی زود میگذره و شتاب دقیقه ها رو باید خیلی جدی گرفت. خیلی سرعتش زیاده و واقعا نباید فرصت رو از دست داد. فرصتی که بخشیش میتونه به این ختم بشه که بیایم و جاهای دیدنی مختلف کشورمون رو، ایرانمون رو ببینیم و ازشون لذت ببریم. بخشی از این دیدنی ها برمیگرده به جنگل های دوست داشتنی که در کنار نوازش چشم هامون باید خیلی مواظب باشیم که بهش آسیب نزنیم، به ویژه در استان گیلان.
سالهای سال شاهد هستیم اتفاقات مختلف مثل آتش سوزی ها از بین برده جنگل ها رو. خیلی مراقبت کنیم از این هدیه الهی و سالم تحویل نسل های آینده بدهیم. این ایران ما بود که از استان گیلان با افتخار تقدیم شما شد. امیدواریم که زود قدم بگذارید به استان گیلان و ببینیم شما رو. به امید اون روز همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم تا روزی دیگر و فرصتی دیگر برای ایران ما. خداوند یار و نگهدار شما. تو نازنین یه دونه ای تو دنیا، یه شعر عاشقونه ای تو دنیا، همیشه با تو بودن و دوست دارم، از تو غزل سرودن و دوست دارم، صفا و پاکی رو نشونی تویی، یه دنیا عشق و مهربونی تویی، رنگ چشات راز شبای منه، اسم تو جاری تو صدای منه، تو نازنین یه دونه ای تو دنیا، یه شعر عاشقونه ای تو دنیا، همیشه با تو بودن و دوست دارم، از تو غزل سرودن و دوست دارم، تو نازنین یه دونه ای تو دنیا، یه شعر عاشقونه ای تو دنیا، همیشه با تو بودن و دوست دارم، از تو غزل سرودن و دوست دارم. زندگی عشقی که تو آغازشی، فصل شکوفایی اجازشی، به قطره ها امید دریا میدی، دست شب و به صبح فردا میدی، تو نازنین یه دونه ای تو دنیا، یه شعر عاشقونه ای تو دنیا، همیشه با تو بودن و دوست دارم، از تو غزل سرودن و دوست دارم، تو نازنین یه دونه ای تو دنیا، یه شعر عاشقونه ای تو دنیا، همیشه با تو بودن و دوست دارم، از تو غزل سرودن و دوست دارم. تو نازنین یه دونه ای تو دنیا، یه شعر عاشقونه ای تو دنیا، همیشه با تو بودن و دوست دارم، از تو غزل سرودن و دوست دارم، تو نازنین یه دونه ای تو دنیا، یه شعر عاشقونه ای تو دنیا، همیشه با تو بودن و دوست دارم.